جهانگیر چی؟ احوالی کودک بد شده ایستاده است. خوب نمی رود. رفته به کمپیری اوچت گوی کی کمتر نولیش کند میموند که یک شب به حضور خوب کنیم. چه کردی اوچه؟ بچیم همه جام درد میکنه. به یک چایتان ریزم اوچه. گیرین اوچه. رحمت بچیم. اله و برکه یابی. خداوند از تو راضی باشد. میتوانید صدای نالیشتان رو کمتر پستر کنید؟ من و کلینت باید پگو به کار رویم. صدای نالیش شما ما رو از خواب بیدار میکند. باز کلینتان در کارگاهش از بیخوابی اذیت نکشد؟ البته پسرم، جان شیرینم، هستی دنیایم، بود و نبودم، دردم مرا مجبور ساختی. صدای نالش هایم بلند برآمد و به تو و زن و فرزندانم خلل رساند. جانی اوچه، زمانی تو کودک بودی، مرا هر زمان با گریه های خود از خواب بیدار میکردی. من باشم با مهربانی و نوازش ها به گوش از سرودی الله رو میخواندم. تو را از همه بالاتر میدانستم. جانم، دوستت میداشتم. خدا نکرده اگر یگان شب کمی بیدار خوابی میکشیدی پسرم شاید بیمار شده باشد گفته تا صبح طبیبت میشدم و بالای سرت مینشستم. جانی اوچه، فرزند میوه عمر انسان است. امشب از سبب پیریم بیمار شدم، تو را ناراحت کردم. یه خواهشی دیگر از خداوند دارم و بس. خدایا همین شب جان مرا بگیر که دیگر با نالش هایم فرزند و کلینم را ناراحت نکنم. با دعای همیشه نیک، مادر. اوچه خیز دوخی. اوچه اوچه نه اوچه اوچه نه